بچه سلام، به اولین ولاگ یوتیوب من خوش اومدین. قراره که ما امروز یه آنباکس خیلی خفن داشته باشیم. خیلی وقتی که منتظر این باکس بودم و الان به دستم رسیده و الان میتونم با شما شیر کنم و با همدیگه ببینیم که چیا توشه. بریم که آنباکسش کنیم. اولین چیزایی که میخوام بهتون معرفی کنم میکاپ ریموورا از برند استی لادر هستش که این فکر میکنم یکی از بهترین پاک کننده های آرایش چشم از برند استی لادره. بعد حالا قیمتاشون هم دونه دونه براتون اینجا میذارم. یه دونش میکاپ ریموو لوسیون هستش ولی این برای چشمه. محصول دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم کلینزر از استی لادر هست و یه بافتی شبیه وازلین داره که با یه مقداری کم میتونی کولی صورت رو باش بشوری، مثلا شبا، و خیلی چیز خفنیه. الان بهتون نشون میدم. یه بافتی تقریبا شبیه وازلین طوری داره. او چه گوگلیه، ببینید، نمیدونم میتونین خوب ببینید. بافت شبیه وازلین داره. بریم سراغ محصول بعدی که از برند لانکومه و اینم بازم کلینزر بالم هستش، همون پاک کننده صورت. اینم بازم یه بافتی همون شبیه وازلین داره، خیلی خفنه. واو واو، ببینید چقدر خوشگله. که بازش نمی کنم چون میخوام دوباره هم استی لادر رو استفاده کنم. از اونجایی که من عاشق کلینزرم، اینجا یه دونه دیگه از مارک استی لادر یه کلینزر دیگه داریم که بهتون نشون بدم. واو، اینم خیلی خفنه. اینم برای بار چندمه که دارم میگیرم تو این سالها، نمیدونم چندم ولی خیلی زیاد. و اینم یکی از بهترین شستشو دندای صورته که واقعا عمیق آرایش تو پاک میکنه. اینم یکی از خفن تریناست و قیمتش هم اینجا براتون میذارم. خب بریم سراغ کلینزر بعدی، بازم از مارک استی لادر که من عاشقشم و یه جورایی بدون این نمیتونم زندگی کنم و خیلی خفنه. خیلی دیپ صورتتون رو تمیز میکنه و در کنارش این که صورتتون رو تمیز میکنه، خیلی صورتتون رو آبرسانی میکنه و خیلی صورتتون رو نرم میکنه. این هم یکی از خفن تریناست. خب محصول مورد علاقه من کرم زیر چشم از برند استی لادر که من سالهاست دارم استفاده میکنم. باعث میشه که زیر چشماتون یه تکسچر خفن بگیره. دونش رو باهاتون باز میکنم که ببینین چقدر خفنه. شما بچه قیمت این محصولم اینجا براتون میذارم. خب بچه محصول بعدیمونم بازم از برند لانکوم، کرم چشم داریم، یعنی کرم زیر چشم داریم. اینم برای بار چندمه که من دارم میگیرم ولی الان دارم استی لادر استفاده میکنم و اینو هنوز بازش نکردم، ولی خب قبلا استفاده کردم. ولی نمیدونم، شاید صورت من اینطوریه، پوست من اینطوریه. من همیشه نمیتونم مدام از یک کرم زیر چشم یا کلا از یک کرم شب یا از یک کرم روز یا از سیروم شب یا سیرومی که برای روز استفاده میکنم، نمیتونم همش مدام یه مرکو استفاده کنم. باید همیشه یه تعادلی باشه و عوض کنم. بازم این محصول خفن دیگه از استی لادر داریم که یه دونه سیروم پرایمر هستش که برای بیس آرایش اصلا یه چیز معجزه‌زا، معجزه‌گر، معجزه چی میگن همون. شما ببین. بازم از استی لادر یه بیس آی شادو خفن داریم که میشه گفت جای همون کنسیلر خودمون رو میگیره و باعث میشه که سایه شما پیگمنت بسیار قوی داشته باشه. چیز خیلی کوچولوئه که همون جای کنسیلر خودمونه. قیمتش هم اینجا. خب اینجا یه دونه کنتورینگ داریم از برند تو فیس که به نظر من یکی از خوشبوترین محصولات دنیا رو داره. همه محصولاتش بوی شکلات و کاکائو و کارامل و اینطوری دیگه. ببینید اینجا دوباره از استی لادر. بله یکیشو باز کنیم ببینیم چیه. اوکی. او
اینجا بدون پنکیک داریم، اینم باز از یه دونه پدم داره خفن، اینم تموم شده بود واسه همین گرفتم. ببینین بازم برند استلا. اینجا میدونه ایشدو داریم بازم از استلاده که قیمتشو اینجا براتون میذارم. این بود اولین آنباکسینگ من توی یوتیوب. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا آنباکسینگ بعدی خدافظ.